کتابخانه اسکندریه جایی در کنار دریای مدیترانه با هزاران تومار از سراسر دنیا، از ریاضیات هند، فلسفه یونان، نجوم بابل و حتی طب و علوم ایرانی. گفته میشه این کتابخانه بیش از 400 تا 700 هزار تومار داشته. اما هدفش چه بود؟ جمع‌آوری تمام دانش بشر در یک مکان، یه آرشیو جهانی. هزاران سال قبل از گوگل، اما اینجا داستان‌ها تازه شروع میشه. در دوره جولیوس سزار جنگی توی بندر اسکندریه رخ داد و بخشی از کتابخانه در آتش سوخت. سالهای بعد افراطگرایان مذهبی به عنوان دشمنان علوم باستانی بخش دیگه‌ای از اون رو نابود کردند و در نهایت شاید با ورود مسلمانان به مصر باقی مونده اون هم از بین رفت. ولی یه نظریه جالب وجود داره. خیلی‌ها معتقدن که قبل از نابودی کامل تعداد زیادی از تومارها مخفی یا منتقل شدن. بعضی‌ها هم میگویند بخشی از اون دانش به ایران، هند و یا حتی به تمدن‌های شرقی رسیده است. مثلا فکر می‌کنی چرا بعد از اون در عصر طلایی اسلام ناگهان دانش ریاضی و پزشکی در خاورمیانه رشد کرد؟ شاید، فقط شاید، بخشی از اون جرقه‌ها از اسکندریه اومده باشن. و حالا یه سوال بزرگ باقی میمونه: آیا هنوز جایی در جهان، اتاقی پنهان با بقایای اون تومارها وجود داره یا همه چی توی خاکستر تاریخ دفن شده؟ ممنونم از شمایی که این ویدیو رو نگاه کردید. لطفاً کانال دنیای اسرارآمیز رو دنبال کنید تا به موضوعات جهان بیشتر پی ببرید.